به نام خالق زیبایی ها. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام آموزش ساق دوزی گل، خط دوزی مرکز دایره و تقسیم 4 قسمتی، خط دوزی گل هایی که گلبرگ نوک‌تیز دارند، تقسیم دایره به روش نیلوفر، تقسیم مرکز گل ها به روش گل نیلوفر و نحوه کور کردن نخ در آخرین گلبرگ رو آموزش بدم. با من همراه باشید در ادامه ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. میخوام آموزش ساق دوزی این گل با مرکزش رو خدمتتون ارائه بدم. برای شروع ما میایم اول مرکز گل رو شروع میکنیم به ساق دوزی کردن. بعد میریم سراغ گلبرگ ها. حالا ما اینجا کار نداریم گلبرگ های این گل چه ریز باشن چه درشت باشن، فرقی برای ما نمیکنه. مهم اون نکاتی هست که حین دوخت این دایره یا گلبرگ ها ما شروع میکنیم به دوخت زدن. مرکز بعضی از گل ها بزرگ هست، دایره ها به صورت بزرگ هست که ما باید اونا رو تقسیم کنیم. اما چون مرکز این گل کوچیک هست، پس ما اونو فقط به صورت یک دایره میدوزیم، بعد پرش میکنیم. ابتدا گفتیم برای شروع هر دوختی میایم سوزن رو از بین تار و پود پارچه ردش میکنم. حالا میام به یک قسمت از دایره میرسم، نخ رو سرقایم میکنم تا جایی که دیگه نخ ما پیدا نباشه. حالا میام ببینیم من سوزن رو یک کوچولو آوردم عقب‌تر از خطی که مال دایره هست، برای اینکه موقعی دوخت میزنم دایره یه خورده حالت بزرگتری داشته باشه. شروع میکنم. همیشه گفتیم برای شروع دوخت ما ابتدا یک کوک نصفه برمیداریم. چون اینجا دایره کوچیک هست ما باید دقت داشته باشیم که کوک های ریزی بزنیم. هرچی کوک ما ریزتر باشه شکل دایره زیباتر میشه و زدن کوک درشت این قسمت ها باعث میشه که نخ ما برگرده داخل و دایره اون حالت و کیفیت خودش رو از دست بده. به همین خاطر پس من ابتدا ببینیم به اندازه 2 یا 3 تار نخ یک کوک نصفه برمیدارم. نخ سمت خودم هست. خب بعد شروع میکنم دیگه سوزن به سوزن ادامه دادن. من نمیام این قسمت که نزدیک به مرکز هست حالت سفیدی داره دوخت رو بزنم. میام از این لبه شروع میکنم. ببینید از لبه این خط شروع میکنم به دوخت زدن که دایرم یه خورده حالت بزرگتر نشون بده. بعد شروع میکنم به کوک های ریز زدن، سوزن به سوزن، نخ سمت خودم پایین. ببینید وقتی کوک ریز باشه اصلا نخ ما بر نمیگرده. خب به همین موازات من جهت دستم رو عوض میکنم تا بتونم راحت در دوخت بزنم و شروع میکنم به ادامه دادن تا برسم به انتهای دوختم. فقط دقت کنیم که کوک‌های ما ریز باشه، چون این ریزی باعث میشه هم اون ظرافت دوخت ما شکل بگیره و همین که نخ ما به داخل بر نگرده و حالت دایره حفظ بشه. به همین ترتیب ادامه میدیم. کوک‌های ریز میزنیم به اندازه 2 یا 3 تار نخ، بیشتر نه. از کوک ریز استفاده میکنیم تا خب رسیدیم به مرحله آخر کوکمون. کوک آخر رو بر میدارم و ببینید اینجا من از پشت نخ این کوک رو در میارم و میام روبروی یکی از این خطوطی که اینجا برای این گلبرگ ها رسم شده. حالا فرق نمیکنه هر قسمتی باشه.
ببینید من اینجا یه مقدار فاصله دوخت دارم، هنوز یه کوک دیگه راه داره بزنم. پس کوکم رو میزنم و سوزن رو میارم روبروی یکی از این خطوط گلبرگ، اما از داخل دایره. ببینید من نیومدم از بیرون این دوختی که انجام دادم سوزن رو، از داخل دایره سوزن رو در میارم. به این صورت دایره ما دوخته شد. ببینید مرکز گل کاملا ظریف دوخته شد و اصلا هم دوختی که زدیم بر نمیگرده. حالا چرا من سوزن رو آوردم داخل دایره و میخوام شروع کنم دونه دونه گلبرگ های گل رو دوخت زدن؟ دلیل این که من سوزن رو میارم از داخل میخوام شروع کنم به این خاطر هست که اگر من کوکم رو بیارم از بیرون، این یه فاصله میفته بین گلبرگ و این کوک دایره. پس بنابراین من میام نخ رو از داخل که این کوک کاملا میخوابه، ببینید به این صورت، و یه حالت کشیدگی میده به مرکز گل و بازتر میشه این دایره که بخوام اونو پر کنم زیباتر میشه. پس من اومدم از روبروی گلبرگ عذرخواهی میکنم شروع میکنم روی این خطی که اینجا طراحی شده. ببینید یک کوک نصفه بر میدارم به این صورت. بقیه دوختم سوزن به سوزن ادامه میدم، دوخت میزنم تا اینکه میرسم به قسمت هلالی شکل این گلبرگ. اینجا مثل همین دایره ما باید از کوک ریز استفاده کنیم. چرا گفتیم قسمت هایی که دایره مانند یا هلالی شکل هست اگر ما کوک درشت بزنیم نخ برمیگرده به داخل و اون جلوه خودش رو نداره. پس اینجا دیگه من میام از کوک خیلی ریز استفاده میکنم. نکته هایی که برای دوخت ساق دوزی گفته میشه اگر رعایت بشه شما دوخت زیبایی در پته خواهید داشت. پس ازتون میخوام که این نکات رو کاملا مورد توجه قرار بدید، رعایت کنید تا دوختتون زیبا بشه. خب شروع میکنم به کوک زدن. به موازات دوختی که ما انجام میدیم باید جهت دستمونم تغییر بدیم، یعنی شال رو بچرخونیم جا به جا کنیم که دوخت ما راحت تر باشه. خب من الان اینجا نیاز دارم که جهت دستم رو عوض کنم. میام از روی همین خطوطی که چاپ شده دیگه خارج از خط نمیزنم و شروع میکنم به دوخت. حالا آخرین کوک، نکته مهم اینجاست. آخرین کوک رو من دوباره میام از داخل دایره، نمیام از بیرون یا پشت این کوک سوزن رو در بیارم. از داخل دایره درش میارم، میام داخل گلبرگی که دوختم. دقت کنید، یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید من سوزن رو میارم از داخل دایره و داخل گلبرگی که دوختم، اونجایی که قرار این دوتا گلبرگ به هم متصل بشه، یعنی یه حالت اتصال پیدا کنه برای دوخت زدن. پس سوزن رو در میارم. خب دلیل این که من این کار رو انجام دادم، اول این که گفتیم وقتی ما سوزن رو بیاریم داخل مرکز دایرمون یه حالت باز پیدا میکنه. حالا دلیل دومی که من سوزن رو گفتم از داخل گلبرگی که دوختم، یعنی گلبرگ فعلی، در میارم تا برم گلبرگ بعدی رو بدوزم، باز این نخ ببینید اینجوری میخوابه روی این گلبرگ و یه خورده یه حالت کشیدگی به گلبرگی که دوختم میده، باعث میشه که این گلبرگ باز بشه، یعنی این گلبرگی که ما دوختیم. حالا من ادامه میدم به همین صورت. ببینید کوک های ریز، چون قسمت هلالی شکل گلبرگ رسیدم یا اون قسمت دالبوری و باید حتما از کوک ریز استفاده بشه
و شروع میکنم از روی خطوط دوختم رو انجام دادن و شروع میکنیم تا برسیم به انتهای کار. یک کوک مانده با آخر دوخت میزنم. حالا سوزن رو از داخل دایره در میام از داخل گلبرگی که دوختم خارج میکنم به این شکل. به همین صورت ما شروع میکنیم گلبرگ ها رو دوخت زدن تا گل ها رو ظریف و زیبا شروع کنیم به ساقه دوزی کردن. بریم سراغ آموزش دوخت این دایره به صورت 4 قسمتی تقسیم شده. خب دوستان، بعضی از دایره هایی که مرکز گل ها هستند، حالا گل چه به این روش باشه چه به صورت این گلبرگ های هلالی شکل باشه، فرق نمیکنه. بعضی از دایره ها خطوط مشخص هست، یعنی به صورت به اضافه قشنگ تقسیم شده و ما میتونیم از روی این خطوط ساقه دوزی رو انجام بدیم. اما در بعضی از دایره ها این خطوط وجود نداره و ما باید حالا یا به صورت ذهنی یا با طراحی این دوخت ها رو انجام بدیم. اما یه روش دیگه دوخت هم تو دوخت دایره داریم که اون روش دوخت گل نیلوفر هست که حالا آموزش رو بعداً میذارم خدمتتون. برای شروع دوخت ما میایم ابتدا نخ رو از بین تار و پود ردش میکنیم و میایم به این قسمت از دایره. حواسمون باشه ابتدا دایره رو شروع میکنیم به ساقه دوزی کردن، بعد مرکز رو. خب برای شروع دوخت ما میایم کوک اول رو نصفه بر میداریم و حواسمون باشه حتما کوک هامون باید ریز باشه. چرا؟ چون وقتی ما دایره یا این قسمت های هلالی شکل و دالبری رو دوخت میزنیم، اگه از کوک درشت استفاده کنیم باعث میشه دوخت ما برگرده، یه حالت شلی به دوخت میده و دوخت ما زیبایی خودش رو از دست میده. پس ما میایم کوک ریز. ببینید من به اندازه 2 تار نخ بر میدارم و همون تکنیک سوزن به سوزن رو به کار میبرم و شروع میکنم به دوخت زدن. کوک ها باید ریز باشه، حتما تاکید میکنم کوک ریز برداریم که دایره اون حالت خودش رو حفظ کنه. همینجور شروع میکنیم به دوخت زدن تا برسیم به انتهای کار و جایی که نیاز هست ما جهت دستمون رو عوض کنیم، شال رو شروع میکنیم به چرخوندن تا بتونیم با تسلط بیشتری دوخت رو ادامه بدیم. خب نخ سمت خودم سوزن به سوزن از کوک های خیلی ریز استفاده میکنم و دوخت رو به همین صورت ادامه میدم. به همین صورت ما دوخت رو میزنیم تا میرسیم به کوک آخر. ببینید من کوک آخر رو از پشت این کوکی که شروع کردم کوک اول در میارم و سوزن رو نگه میدارم. بعد سوزن رو هدایت میکنم به ابتدا یا نوک یکی از این خطوطی که تقسیم شده، یعنی به صورت به اضافه. ببین من سوزن رو از اینجا در آوردم. اینجوری هم کوک آخر شکل جالبی پیدا میکنه و هم اینکه سوزن من اومد به این سمتی که میخوام این حالت به اضافه رو بدوزم و دایره من به 4 قسمت تقسیم بشه. حالا دیدم بعضیا میان یک کوک بزرگ یا شلال بزرگ میزنن بعد روش بست میزنن، اما این
اشتباه، کار درستی نیست. چرا؟ چون وقتی ما میخوایم این قسمت تقسیم بندی رو ساتن دوزی کنیم، کوک ما میاد بالا، یا حالت شلی داره. پس بهتره که ما شروع کنیم مثل همین خط دوزی یا ساق دوزی کوک ریز بزنیم. پس کوک اول نصفه، ببینید ادامه همین کار کاملا کوکای ریز بر می داریم و کوک آخر رو من سعی می کنم از پشت کار در بیارم، چون دوختم رو بهتر و زیباتر می کنه. حالا اینجا سوزن رو من میارم پشت شال و هدایت می کنم دوباره بیرون از این کوکی که زدم، نه داخل، بیرون پشت این کوک در میارم. خب هم نخ فیکس شد، هم اینکه دوخت من انجام شد. حالا این قسمت از به اضافه هم شروع میکنم به دوخت زدن. باز کوک نصفه، کوک بعد سوزن به سوزن. به همین صورت شروع میکنم کوکای ریز زدن و این دایره رو تقسیم میکنم. خب عزیزان، اینجا من رسیدم به کوک آخر. حالا میام از پشت کوکی که برای دایره دوختم سوزن رو میبرم پشت شال و نخ رو کور میکنم. تکنیک کور کردن نخ رو هم قبلا بهتون آموزش دادم. به این صورت ما یک تقسیم دایره زیبا رو داریم. بعد به صورت افقی ساتن دوزی میکنیم. بریم سراغ آموزش ساق دوزی این گل که گلبرگ های نوک‌تیز داره. خب برای ادامه دوخت ما ابتدا میایم مرکز این گل رو که حالت نیم دایره هست شروع میکنیم به خط دوزی کردن. نخ رو از بین تار و پود ردش میکنیم. میام از این سمت شروع میکنم به دوخت زدن. چون هم رنگ هست نخ خط دوزی من نخ رو از پشت این خط دوزی در میارم که بخوابه روی خط دوختی که میخوام بزنم. کوک اول رو نصفه میزنم به این صورت و کوک بعد سوزن به سوزن و سعی میکنم کوک های ریز بردارم. خط دوزی این نیم دایره رو ادامه میدم تا برسیم به انتهای کار و شروع کنیم به دوخت زدن گلبرگ ها. حتما حواسمون باشه کوک ها به صورت ریز باشه. کوک آخرم من سعی میکنم از پشت این کار در بیارم و به این شکل دوخت این قسمت تموم میشه. دوستان بعد از اینکه این مرکز گل دوخته شد، حالا میایم سراغ گلبرگ ها. ببینید من الان سوزن رو کامل آوردم روبروی خط این گلبرگ و شروع میکنم از داخل دایره سوزن رو در آوردم. دقت کنید. بعد شروع میکنم به دوخت زدن. میام اینجا یک کوک نصفه بر میدارم روی همین خطی که طراحی شده. کوک نصفه رو که برداشتم، کوک های بعدی رو سوزن به سوزن شروع میکنم به دوختن. فاصله کوک ها سعی کنید به یک اندازه باشه و دوخت زیبایی داشته باشیم. حالا میرسم به این قسمت. ببینید ادامه میدم. سوزن به سوزن شروع میکنم. چون این ناقص هست و بعداً دوختش میزنم. فعلا روی این گلبرگ کاملی که هست من دوخت رو توضیح میدم تا شما متوجه اون نوک‌تیزی گلبرگ باشید که چی کارش باید بکنید گلبرگ شما زیباتر دوخته بشه. سعی میکنم کوکا رو ریزتر بر میدارم
و دوخت میرسه به جایی که نوک گلبرگ ما هست. ببینید دوستان، اینجا ما رسیدیم به انتهای نوک گلبرگ. حالا برای اینکه گلبرگ ما یه حالت جذابتر و تیزتری به خودش بده، من میام به اندازه یه تار نخ خارج از این خطی که چاپ شده، ببینید سوزن رو میارم به اندازه یه تار نخ بیرون و کوکم رو بر میدارم. حالا تفاوتش اینه که سوزن برداشتم، نخ سمت منه. حالا نخ جهتش عوض میشه، ببینید میاد این ور سوزن، یعنی بالا. نخ میاد بالا به این صورت. ببینید نگاه کنید، این کوکی که من برداشتم اون حالت نوکتیز رو به گلبرگ میده. حالا من میخوام دوختم رو بزنم. وقتی دوختم رو شروع میکنم نخ به این سمته. حالا جهت شال رو عوض میکنم چون میخوام مسلط باشم که این قسمت گلبرگ رو شروع کنم به دوخت زدن. پس شال رو میچرخونم و حالا ببینید همون تکنیک دوخت ضربدری که توی خط‌دوزی خطوط زاویه دار من خدمتتون گفتم، این همونه و این باعث میشه که الان کوک ما رو این قسمت تیزی میخوابه و دوخت ما ادامه پیدا میکنه. این تکنیک دوخت باز برای نوک گلبرگ های تیز، نوک این اشک ها، این کنگره هایی که دوخته میشه و نوک بادامی ها کاربرد داره و بسیار زیبا میکنه دوخت ما رو. حالا اینجا من مجددا یک کوک نصفه بر میدارم و ادامه دوخت سوزن به سوزن تا برسیم به مرکز دایره. خب اینجا من رسیدم به انتهای این گلبرگی که دارم میدوزم. حالا میام سوزن رو از داخل مرکز نیم دایره در میارم. ببینید به این صورت من سوزن رو در میارم چون میخوام این دوتا کوکم به هم متصل بشه، وصل بشه، هم حالت زیبایی پیدا میکنه و همین که دایره من یکم بازتر میشه اون نیم دایره و بتونم پرش کنم. اما من دیگه کوکم رو وقتی میزنم سوزن رو از اینجا درش نمیارم، خارج نمی کنم. کجا میام؟ سوزن رو مستقیم میارم روبروی این قسمتی که قرار گلبرگ بعدی رو شروع کنم، ولی از داخل گلبرگی که دوختم. پس من میام سوزن رو از داخل نیم دایره میارم و از این قسمت درش میارم به این شکل و هم این کوک کاملا متصل میشه و همین که این دوتا گلبرگ به هم وصل میشه. ببینید این دوخت با دوخت بعدی که من میخوام بزنم به هم وصل میشه و فاصله بین کوک های من نمیفته. حالا کوک شروع میکنیم نصفه، کوک اول نصفه، کوک های بعدی سوزن به سوزن. خب اینجا من رسیدم به انتهای این گلبرگی که دارم میدوزم. حالا میام سوزن رو از داخل مرکز نیم دایره در میارم. ببینید به این صورت من سوزن رو در میارم چون میخوام این دوتا کوکم به هم متصل بشه، وصل بشه، هم حالت زیبایی پیدا میکنه و همین که دایره من یکم بازتر میشه اون نیم دایره و بتونم پرش کنم.
اما من دیگه کوکم رو وقتی میزنم سوزن رو از اینجا درش نمیارم، خارج نمی کنم. کجا میام؟ سوزن رو مستقیم میارم روبروی این قسمتی که قرار گلبرگ بعدی رو شروع کنم، ولی از داخل گلبرگی که دوختم. پس من میام سوزن رو از داخل نیم دایره میارم و از این قسمت درش میارم به این شکل و هم این کوک کاملا متصل میشه و همین که این دوتا گلبرگ به هم وصل میشه. ببینید این دوخت با دوخت بعدی که من میخوام بزنم به هم وصل میشه و فاصله بین کوک های من نمیفته. حالا کوک شروع میکنیم نصفه، کوک اول نصفه، کوک های بعدی سوزن به سوزن. سراغ آموزش دوخت گل نیلوفر که در مرکز گل ها به صورت دایره هست. دایره ها گفتیم یا به صورت به اضافه 4 قسمتی میشن، دوخت زده میشن، یا ما میتونیم به صورت این گلبرگ ها بدوزیم و داخلشون رو پر کنیم که شکل زیباتری بده به گل ما. و اینجا هم به صورت دایره های خالی بوده که من به صورت شکوفه یا گل نیلوفر دوختم. حالا بریم آموزشش رو ببینیم. خب دوستان، من اول میام روی یه دایره بزرگ این دوخت گل رو انجام میدم که شما راحت تر آموزشش رو یاد بگیریم. بعد میریم سراغ دایره هایی که مرکز گل به صورت کوچکتر هستن و ما بخوایم اونا رو به صورت گل بدوزیم. نخ رو از روی این قسمت از دایره در میارم و یه مرکز فرضی برای دایره در نظر میگیرم و سوزن رو میارم، یه کوک به این حالت میزنم، حالت نیم دایره. خب حالا میام نخ سمت خودم، یه کوک نصفه به این اندازه. ببینید ما وسعت دایره رو در نظر میگیریم و گلبرگ هامون رو میدوزیم. حالا سعی میکنیم کوک ها به یک اندازه باشه که گلبرگ ها هم اندازه در بیان. یک کوک نصفه بر میدارم به این شکل، قشنگ دست رو روی نخ نگه میدارم. حالا از همین مرکز، ببین از همین جایی که نخ رو من در آوردم مجددا سوزن رو میارم و از کنار این کوک در میارم به این شکل. نخ به سمت خودم هست که حالت حلقه میشه زیر سوزن و گلبرگ بعدی ما دوخته میشه به این شکل. دوباره میام یک کوک نصفه به همون اندازه در میدارم، سوزن رو از مرکز دایره میام ابتدای این کوکی که زدم و گلبرگ بعدی رو میدوزم به این شکل. جهت شال رو تغییر میدم به همین شکل
دوختم رو میزنم. ببینید کوک نصفه، از مرکز دایره نوک کوک قبلی به این شکل. خب حالا رسیدم به گلبرگ آخر، یعنی من دیگه نمیتونم یه کوک بزنم چون فاصله این دوتا گلبرگ خیلی کم میشه و کوچیک میشن. پس بنابراین میام از پشت این کوکم در میام و نخ رو سرقایم میکنم به این شکل. از تار و پود در میارم. حالا نکته ای که اینجا تو دوخت این گل ها وجود داره اینه که اینا چون بست نداره روی این گل برگ ها برمیگردن، یعنی نظمشون به هم میریزه. پس بنابراین ما باید بلافاصله اونا رو به شکل ساتندوزی دوخت افقی بزنیم. شروع کنیم به پر کردن با یه رنگ دلخواهمون، هر رنگی که دوست داریم. و برای این قسمت از گل هم میتونیم یه مرکز دیگه با یه رنگ دیگه یا همرنگ خودش انجام بدیم و اونو پر کنیم که دوخت جذابتر و جالبتری داشته باشه. البته این برای دایره هایی هست که بزرگه. دایره هایی که کوچیک هست ما نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم. مانند نمونه این شکوفه که من اینجا دوختم، مرکزش رو با رنگ مشکی و مغزی اون رو با رنگ سفید زدم و به صورت افقی رنگ آبی رو ساتندوزی کردم. حالا پردوزی این گل انشالله در آموزش های بعدی خدمتتون توضیح داده میشه. بریم سراغ آموزش دوخت گل نیلوفر در مرکز گل ها. گفتیم دایره اگه خالی باشه ما میتونیم اونو به صورت گل تقسیم بندی کنیم و داخلش رو پر کنیم، یا اینکه میتونیم تقسیم 4 قسمتی کنیم. تقسیم 4 قسمتی رو که خدمتتون آموزش دادم. حالا میریم سراغ همون گل ذهنی یا شکوفه یا گل نیلوفر، هر چه اسمش رو بگیم درسته، و شروع میکنیم به دوخت زدن. گفتیم چون مرکز گل ها دایرش کوچکتر هست، با ابعاد کوچکتری هست، پس ما میایم روی دوخت گل این کار رو انجام میدیم تا شما به راحتی یاد بگیرید. اول میایم مرکز دایره رو یک نقطه فرضی در نظر میگیریم. بعد میایم یک کوک تقریبا به این شکل میزنیم، به این صورت. حالا نخ سمت خودم یک کوک نصفه بر میدارم. سعی کنیم فاصله کوک ها به یک اندازه باشه تا گلبرگ ها هم اندازشون مثل هم باشه و تعداد گلبرگ ها بستگی به وسعت دایره باشه. اگه دایره بزرگ باشه ممکنه 6، 7 الی 8 تا گلبرگ برای شما تشکیل بده. اگه کوچکتر باشه مثل این گلبرگی که الان مرکز گل من دارم میدوزم، تعدادشون ممکنه 4، 5 یا 6 تا باشه. خب من سوزن رو از مرکز آوردم رسوندم به ابتدای این کوک. دوباره کوک رو نصفه بر می دارم، کوک نصفه، دستم رو روی نخ نگه می دارم که دوخت من بر نگرده حین کوک زدن. دوباره از مرکز، از اینجا سوزن رو میارم ابتدای این کوک و حواسم باشه سوزن حتما باید نخ زیر سوزن باشه که به صورت حلقه در بیاد و گلبرگ بعدی ما رو تشکیل بده به این شکل. دوباره کوک بعدی، کوک بعدی دوباره نصفه، نخ رو نگه میدارم. سوزن از مرکز میاد به ابتدای کوکی که زدم، نخ حلقه و گلبرگ بعدی رو میدوزم. حالا رسیدم به
انتهای کار دیگه من نمیتونم گلبرگ بعدی رو بزنم چون اندازش کوچیک میشه. بنابراین من نخ رو از پشت کوکی قبلی، این کوکی که ابتدا زدم، از پشتش در میارم و سوزن رو میارم داخل یکی از این گلبرگ ها به این شکل. چون میخوام گلبرگ من با همین رنگ، یعنی این گل بزرگتر رو گلبرگاش رو با همین رنگ بدوزم، پس من میتونم سوزن رو بیارم داخل یکی از گلبرگ ها. حالا شروع میکنم به دوخت زدن. اینجا دیگه من مشکلی ندارم. اگه دایره تنها بود که تو آموزش قبلی گفتم بله باید سریع پرش کنیم، اما اینجا چون یه حالت بست روش میاد، سوزن از داخل گلبرگ در میاد، پس شکل گل من حفظ میشه، دیگه نیاز ندارم که سریع پرش کنم. میام شروع میکنم به دوخت گلبرگ که آموزش اون رو توی ویدیوهای قبلی خدمتتون گفتم. شروع میکنم به دوخت زدن. حواسمون باشه اینجا کوک باید ریز زده بشه. ادامه میدیم. حالا وقتی من رسیدم به کوک آخر، از داخل این گلی که مرکز دوختم سوزن رو در میارم، مثل همون دایره از داخل در میارم. دوباره میام ابتدای گلبرگ بعدی. تفاوتش اینه که سوزن رو از داخل این گلبرگ در میارم که تکنیک آموزش رو تو ویدیوی قبلی خدمتتون گفتم و میدونیم که مرکز این گل هم به صورت افقی باید ساتندوزی بشه. اینجا دیگه دایره چون کوچیک هست ما دیگه مرکز براش در نظر نمیگیریم، فقط اینو ساتندوزی میکنیم تا یک گل یا شکوفه زیبا برای ما ایجاد کنه. بریم سراغ نحوه کور کردن نخ در آخرین گلبرگ گل که پایان دوختش هست. دوختمون رو ادامه میدیم تا برسیم به جایی که قرار دوخت ما تموم بشه. گلبرگ آخر رو که دوختیم، ببینید من الان دیگه یک کوک مونده فقط بزنم. برای این کار من میام سوزن رو از داخل گلبرگ کناری در میارم به این شکل. کوکم رو میزنم به این صورت. حالا یه بست کوچولو برای اینکه کارم محکم‌تر بشه و این کوک شل نباشه، یه بست کوچولو میزنم، یا همینجا سوزن رو از تار و پود ردش میکنم و نخ رو رد میکنم پشت شال و قیچی میکنم، و یا اینکه سوزن رو میارم پشت کار. اینجا دوستانی که مبتدی هستند و میخوان کارشون تمیز در بیاد، از کنار همین کوکی که دوختیم ببینید قشنگ رنگ نخ مثل همه، پس من سوزن رو یک بار اینجوری از بین تار و پود دوباره از کنار همین دوختا، دیگه نمیام وسط این گلبرگ ها نخ رو رد کنم و زیبایی کارم رو بگیرم. از همینجا سوزن رو ردش میکنیم به این صورت، بعد نخ رو قیچی میکنیم. ببینید دوستان پشت کار باید تمیز باشه مثل روی کار. خوشحالم که در این ویدیو با من همراه بودید. حتما ویدیوها رو پیوسته دنبال کنید. آموزش ها به صورت پیوسته هستند و ساقه‌دوزی ها رو ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.
و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی زنگوله رو به صدا در بیارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.